سلام دوستان، چطورید؟ چه خبر؟ امروز اومدیم با یه آموزش فوق العاده خفن که شما دیگه اصلا لگ نگیرید. خیلیاتون تو کامنت ها گفتید لگ میگیرم، نمیتونم بازی کنم. اومدم امروز همه مشکلاتتون رو برطرف کنم، همه مشکلاتتون رو. دیگه اصلا شما لگ نمیگیرید و کامل مشکل لگ شما اوکی میشه و لازم دیوایس خیلی قوی هم نیست. دیوایستون هر چی که باشه با این راهکار آموزش لگتون برطرف میشه. یه چند تا راهکار میخوام بگم که دیگه شما این لگ رو نداشته باشید و خیلی خوب مثل همین صفحه ویدیویی که میبینید بتونید بازی کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. راه اول، بچه‌ها خیلیاتون میاد اینجا و برای خودتون افکت تنظیم میکنید. این خیلی باعث لگتون میشه. پیشنهاد میکنم اینجا اصلا افکت تنظیم نکنید و بذارید همون چیزایی که رو خودش هست بمونه. بچه‌ها راه دوم استفاده از رفع لگه که توی چنل تلگرام فایلش رو گذاشتم و توی کامنت ها پین کردم. اینجا میزنید روی گزینه اد گیمز و کال آف دیوتی موبایل رو اضافه میکنید که خاموش بود و دوباره روشنش کردم. بعدش میزنید روی گزینه اولترا پوست و این دو تا تیک رو روشن میکنید که من خاموش کردم که شما ببینید روشن شدن چطوریه. اینطوری روشنش میکنید و بعد از اینکه هر دوتاشون رو روشن کردید از این صفحه میایید بیرون و روی قسمت بوست میزنید، وای میسید این تیکاش بخوره و بعد از اینکه همه تیکاش خورد از صفحه میایید بیرون. بک بالا میزنید از صفحه میاد بیرون. بعد از اینکه از اونجا اومدید بیرون روی گزینه GFX تولز میزنید و دقیقاً تنظیماتتون رو مثل واسه من میکنید. دقیقاً همین تنظیمات رو روی تنظیماتتون انجام میدید و بعدش اون گزینه پایین رو میزنید. بعد از اینکه این گزینه پایین رو زدید وای میسید که اینم تیکاش بخوره. بعد اینکه تیکاش خورد بک رو میزنید و میایید بیرون و تمام. دقیقاً الان شما همه این کارا رو انجام دادید و وارد کال آف دیوتی موبایل میشید و اون از همین برنامه هم واردش میشید. و بچه‌ها فایل این رفع لگه هم توی چنل تلگرام گذاشتم و میتونید برید از همونجا بردارید. ولی خب بچه‌ها چند تا رفع لگ دیگه ای هم هست که گفتم بذارم ویدیو طولانی میشه. چند تاشون رو با هم بزنید هیچ تأثیری نداره، یه دونه جوابه. اوکیه، پس یه دونه رفع لگ جوابه برای لگ نگرفتن. همین کاری که تا الان تو این ویدیو انجام دادیم خیلی باعث میشه که ما لگ نگیریم. ولی خب یه چند تا کارهای دیگه ای هم هست که من میخوام اونا رو هم انجام بدید که 100% دیگه اصلا لگ تو گوشیتون وجود نداشته باشه موقع کال آف بازی کردن. راستی بچه‌ها لینک چنل تلگرام هم توی کامنت های این ویدیو پین کردم که میتونید از همونجا بردارید. بچه‌ها سوالی داشتید میتونید تو کامنت ها بپرسید که من حتما به کامنتاتون جواب میدم و جواب سوالتون رو تا اینجا چند تا راه حل های از بین رفتن لگ رو گفتیم و بریم سراغ ادامه ویدیو. بچه راه سوم اینی که نمیذاره گوشیتون داغ کنه و خیلی بهتره برای بازی کردن. FPS رو میاره بالاتر. اینی که شما کاور گوشیتون رو در بیارید یا مقاب گوشیتون رو در بیارید. خیلی باعث داغ کردن گوشیتون میشه کاور گوشیتون. پس حتما کاور گوشیتون رو در بیارید موقع بازی و بدون کاورش بازی کنید. تا اینجای ویدیو 3 تا از موثرترین راه‌های کاهش لگ رو بهتون گفتم و بریم واسه راه‌های دیگه. بچه‌ها راه چهارم اینه که شما یه دونه فن خنک کننده بگیرید که خیلی موثره، یعنی از کاور گوشیتون رو در بیارید و فن رو بزنید. خیلی موثره، خیلی جواب میده. من خودم فن خنک کننده دارم، از همین مدلایی که توی ویدیو گذاشتم بخرید و اگه نتونستید فن خنک کننده بگیرید راه حل های دیگه ای هم هست ولی فن خیلی جوابه. ولی مثلا اگه نداشتید و نتونستید بخرید میتونید این کارو کنید که هر 1 ساعت بازی کنید و گوشیتون رو نیم ساعت بذارید کنار و دوباره بازی کنید که گوشیتون سرد بشه. و راه پنجم بچه باورتون نمیشه ولی خیلی موثره. راه پنجم بهتون اصلا باورتون نمیشه، ریست کردن. خیلی موثره ولی قشنگ ریست میکنین گوشیت یه جون دیگه میگیره. خیلی موثره. حتما وقتی دیدید لگ میگیره یه ریست هم کنید.
خیلی جواب ریست خیلی کمک میکنه به لگ نگرفتن. و بچه کلا لگ یه چیز خیلی عادیه وقتی شما دارید بازی میکنید دیگه. لگ یه چیز خیلی عادیه ولی خب خیلی آدمو عصبانی میکنه. خودم میدونم خیلی آدم عصبانی میشه ولی با این راهکار واقعا 90% لگتون از بین میره. و راه ششم اینه که شما وقتی دارید بازی میکنید برنامه‌های دیگر رو ببندید وقتی دارید بازی میکنید و خیلی میتونید روانتر بازی کنید و لگ نگیرید. پس حتما راه ششم رو یاد داشته باشید که برنامه رو ببندید و بازی رو شروع کنید. بچه‌ها خیلی دارم راه میگم، خیلی زمان گذاشتم برای این ویدیو، خیلی گشتم و این راه ها رو پیدا کردم. پس لطفا لایک بغل رو بکوبید. هیچکی اصلا همه اینا رو توی یه ویدیو نمیگه، همه با همین موضوع 100 تا ویدیو درست میکنن ولی من اومدم همه اینا رو با عشق خودتون توی یه ویدیو بگم. بچه ها راه هفتم اینه که شما اصلا موونت نزنید جلوی بات ها. خب وقتی داری بات میزنی اصلا لازم نیست به موونت، زوم کن روش بزنش. وقتی داری باتو میزنی اصلا موونت نزنید. موونت هم روی لگتون تاثیر داره ولی نه تاثیر آنچنانی، ولی خب موثره دیگه. پس روی بات موونت نزنید. وقتی دیدید دارید بات میزنید موونت نزنید. و بچه ها راه هشتم اینه که شما با نت وایفا وصلید. اگه وایفا دارید حتما با نت وایفا وصلید. با نت گوشی خیلی لگ میگیره با نت گوشی و با نت وایفا یعنی لگتون کمتر میشه و خیلی راحت‌تر میتونید بازی کنید. پس نت وایفا خیلی تاثیرگذاره. پس با نت وایفا بازی کنید اگه دارید. اگر ندارید که میتونید راه‌های دیگر رو امتحان کنید. فقط این راه نیست، چند تا راه دیگه هم هست که میگم در ادامه ویدیو. میریم برای راه نهم. بچه راه نهم اینه که نوسان پینگ شما نداشته باشید. اصلا نوسان پینگ داشتید به نظر من بازی نکنید چون از حد فشار شما دیگه میمیرید. نوسان پینگ خیلی بده، هممون تجربهش کردیم، همه میدونیم نوسان پینگ چقدر بده. همتونم یه بار دیگه حداقل تجربه کردید نوسان پینگو، ولی خب نمیشه کاریش کرد. اون وقتایی که نتتون بهتره نوسان پینگ نداشتید بازی کنید. و بچه ها راه دهم اینه که کمک میکنه به راه نهم که نوسان پینگ نداشته باشید. راه دهم اینه که تو ساعتایی که سرورها خیلی خلوته بازی کنید، یعنی مثلا یا خیلی صبح باشه یا خیلی شب باشه. تو ساعتهای شلوغ بازی نکنید، پینگتون بد میشه و نوسان پینگ دارید. پس تو ساعتهای خلوت بازی کنید، مثلا تو ساعتهای 12 1 شب یا مثلا ساعتهای 6 7 صبح. این چند ثانیه روی این گیم پلیر رو نگاه کنید، چند نفر رو پشت سر هم زدم. این خیلی خوبه، حال میده. این گیم پلی رو نگاه کنید بریم واسه ادامه ویدیو. آقا شما دارید گیم پلی میبینید، من یه نکته دیگه هم بگم که گرافیکتون همیشه باید روی لو باشه. خیلی کمک میکنه، خیلی تاثیر داره توی لگ نگرفتنتون. و بریم سراغ ادامه گیم پلی. حالا خب بچه‌ها اگه از گیم پلی بگذریم، کلا لگ یه چیز عادیه توی بازی، مخصوصا کال آف دیوتی که خیلی پرحجمه. لگ چیز عادیه. خب یعنی لگ شما داشته باشید نباید بگید من لگ دارم هیچکی لگ نداره، همه لگ دارن. و راه 11 بچه‌ها دانلود نکنید گانو. دانلود نکنید. الان نگاه کنید دقت کرده باشید من اصلا هیچ کدوم از گانای روی زمین رو دانلود ندارم. من کلا یه بیوای که خودش دانلود داره، یه سوید متیکو، یه دونه HS اسکلتیم رو دانلود دارم. دیگه بقیه چیزایی که دانلود هست خودش دانلود کرده. خب پس چیزهای زیادی دانلود نکنید، اصلا دانلود نکنید. مثلا مپ های مولتی رو گرفتید دانلود کردید، خب خیلی از مشکل لگتون سر همینه. کالاف خیلی سنگین میشه بعد لگ میگیرید، سر همینه. پس خیلی چیزها رو دانلود نکنید، وقتی لازم ندارید دانلود نکنید.
تا اینجای ویدیو من 11 تا از بهترین روش‌های لگ نگرفتن رو گفتم، پس حتما لایک بغل رو بکوبید. هیچ کدوم از یوتیوبرها اینطوری نیومده همه راه حلا رو توی یه دونه ویدیو گفته. من همه رو توی یه ویدیو گفتم که شما استفاده کنید و عشق کنید، نرید 2 ساعت 10 تا ویدیو ببینید، اونم مثلا 20 دقیقه‌ای. همه رو توی یه ویدیو گفتم که شما عشق کنید. شما هم لایک بغل رو بزنید، وقتی از شما نمیگیره ولی خیلی به من کمک میکنه. راه 12 اینه که شما اگه حالا همه چی رو دانلود کردید و حالا میگید چیکار کنیم، ما که دانلود کردیم اینا رو نمیدونستیم و الان میدونیم، ولی خب دانلود کردیم و کالافمون الان خیلی سنگین شده، اصلا 20 گیگ شده. خب بچه ما یه راه دیگه هم داریم که کالاف رو پاک کنید و دوباره نصبش کنید. اینترنتتون رو خیلی میگیره خب، ولی خیلی کمک میکنه که شما لگ نگیرید. پس یه بار کالاف رو پاک کنید و دوباره نصب کنید. من همین کارو کردم، به خاطر همین که اصلا خیلی از کانال دانلود ندارم. پس شما هم اگه میتونید نت دارید این کار رو انجام بدید و کالاف رو پاک کنید و دوباره نصبش کنید. بچه 12 تا از بهترین روش های لگ نگرفتن رو بهتون گفتم. با این روش اصلا شما لگ نمیگیرید. اگه روش دیگه ای بلدید تو کامنت ها بنویسید که بچه ها ببینن و استفاده کنن. حتما هم پین میشید که برید بالا و ببینید. و اینکه حتما ویدیو رو لایک کنید که آدمای بیشتری ببینن و استفاده کنن. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.